سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام داستان جالب یه آقای از همدان که یه زندگی پس از زندگی هم واسهش اتفاق میفته. بعد حالا یه سری اتفاقاتی که میفته و امام رضا ایشون که لال بوده رو شفا میده و به خاطر شفای ایشون نقاره خونه به صدا در میاد و نقاره خونه حالا بجز اعیاد و اینی که حالا قبل از اذان صبح و قبل از غروب آفتاب به صدا در میاد، واسه یه شفا یافتن عزیزانم نقاره خونه به صدا در میاد. حالا قبلش یه سلام خدمت آقا بدیم و داستان واسهتون تعریف کنم و امیدوارم که لذت ببرین. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا امام هشتم، السلام علیک یا قریب القربا یا معین الضعفاء و الفقراء، السلطان ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا سامن الحجج، السلام علیک یا زامناهو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمتتون عرض شود که ایشون با موتور در حال رانندگی بوده. بعد توی جاده یهو حالا یه اتفاقی میفته واسه موتورش، از موتور پرت میشه کنار اون شیب جاده و سرش میخوره به یه سنگی یا یه جسم سختی. بعد از هوش میره. اونجا خودشو میبینه که بالای سر جسمش واسطاده و یه آقای احمد نامی، حالا برادرش بوده دوستش بوده، کنارش واسطاده. بعد احمد بهش داشته میخنده، میگفته خوش آمدید. بعد میگه چجوری ممکنه؟ من احمد که مرده است، من مردم. بعد یه احساس سبکی و پروازی هم میکرده. بعد جسم مچاله شده و پر خون خودش رو داشته میدیده و این بنده خدا آروم آروم در حال بالا رفتن بوده و از اون بالا میبینه که علی داره از دشت میگذره و جنازه این بنده خدا رو میبینه. سمتش میره و پیکر غرق خون و خاکی این بنده خدا رو به دوش میگیره و میبره سمت ماشینش. صندلی عقب ماشین میذاره و راه میفته. بعد این بنده خدا از اون بالا داشته میدیده تمام این ماجرا رو و حتی اون گرد و خاکای که از لاستیک بلند میشده توی جاده خاکی رو متوجه میشده، داشته قشنگ از اون بالا میدیده. و زمانی که به بیمارستان جسمشو میبرن، این از اون بالا داشته همه این ماجرا رو میدیده. میگه جسم بی حرکتشو بعد میذارن روی تخت و دکترها و پرستارا دورشو میگیرن. اینا همه رو داشته میدیده. بعد یه احساس میکنه یواش یواش داره میره سمت تخت بیمارستان، سمت جسمش و اونجا وارد جسمش میشه مجدد. چشماشو باز میکنه و بنده خدا متوجه میشه دکتر داره بهش میخنده. حالا اینه که این اتفاقی که به هوش میاد دکتر بهش میخنده چقدر طول کشیده رو توی کتاب نگفته بوده و من نمیدونم حالا چند روز بوده، چند ساعت بوده، ولی خب جوری بوده که وقتی به هوش اومده دور و برش رو نگاه کرده، دیده دقیقاً همه اون اجسام، تمام اون چیزایی که دور و برش بوده دقیقاً همینجوری بوده که زمانی که بیهوش بوده دیده. و خلاصه از مرگ نجات پیدا میکنه و بعد یه تجربه و یه حس غریبی داشته بنده خدا که پرواز روحش از بدنش رو شاهد بوده. بعد میخواد این تجربه رو بیاد تعریف کنه واسه بقیه، اما نمیتونه. متوجه میشه که لال شده. بنده خدا معالجاتی که روش انجام میدادن
بی اثر بوده. دکترها خیلی تلاش کردن که بنده خدا بتونه دوباره صحبت کنه ولی کار به جایی نمیرسه. ایشونو حالا یه چیز جالبی که اینجا داره میاد، من واسهتون این برنامه جارو زدن خادمان رو هم میگیرم که لذت ببرید. چقدر لحظه جالب و زیبایی، امیدوارم لذت ببرید. من یه چند دقیقه داستان رو تعریف نمی کنم که شما از این لذت ببرید صحنه. امیدوارم که لذت برده باشین. ساعت 4 هر روز اینجا مراسم جارو زدن صحن توسط این خدام عزیزه. داشتم میگفتم بنده خدا دیگه کار به جایی نمیرسونن، از بیمارستان مرخص میشه و در حالی که کابوس و اضطراب اون حادثه گریبانگیرش بوده و لحظه نبوده که رهاش کنه، میره خونه. هفته از اون ماجرا میگذره، هفته و ماه ها، ولی بنده خدا همچنان ساکت و خاموش، ناتوان از سخن گفتن. تا اینکه یه روز داداشش بهش پیشنهاد میده، میگه داداش بیا بریم مشهد پیش امام رضا، انشالله که اونجا شفا میگیری. آقا امام رضا شفات میده و خوب میشی. بنده خدا چون نمیتونسته بگه باشه و اینجور چیزا، فقط اینه که خوشحال شده که چجوری به داداشش بفهمونه آره بریم و من خیلی خوشحالم. سرشو میچرخونه به سمت عکس بارگاه امام رضا علیه السلام که روی تاقچه اتاقشون گذاشته بوده و همونجا انقدر گریه میکنه که متوجه میشن. بعد بلند میشن راه میفتن به سمت مشهد. بعد از اینی که باربندی رو بستن و آماده شدن به سمت مشهد اومدن، خدمتتون عرض شود که میرسن حرم و حرم چون زمستون بوده و هوا حسابی سرد بوده، خلوته و این خلوتی حرم هم من خدا راحت میره کنار پنجره فولاد و اونجا میشینه کنار پنجره فولاد و اونجا که میشینه اون کلاهش چون سرد سوز سرما بوده یک کوچولو پایین‌تر میکشه که الله سرما نخوره، تا جا ابروهاش میکشه پایین و دستاشو تو اون مشبکه‌های پنجره فولاد گره میزنه. بعد یهویی نمیدونه چجوری که زمان میگذره، یهویی احساس گرمایی میکنه، یه منبع نوری رو میبینه. بعد از وسط نور یه صدایی رو میشنوه که میگه حرف بزن. بنده خدا با زبان اشاره نشون میده که زبان ندارن که صحبت کنم به صاحب صدا، که نمیتونم صحبت کنم. بعد یه دستی از آستین سبز از وسط نور، از وسط منبع نور به سمتش میاد و نوازشش میکنه، میگه حالا حرف بزن. و این بنده خدا اونجا متوجه میشه که قفل زبونش باز شده و میتونه حرف بزنه. با صدای بلند فریاد میزنه، میگه ممنونم آقا جان، ممنونم آقا. بعد صدای رعد و برق میشنوه و اون برقی که میزنه این پلکای بسته‌شو باز میکنه، نم بارون به صورتش میزنه، چشماشو که باز میکنه خودش میبینه که تو آغوش داداششه، داره به سینه‌اش فشار میده، میگه
تو حرف زدی داداش، تو حرف زدی، تو شفا گرفتی، بازم بگو حرف بزن. بعد این بنده خدا چشماشو این طرف اون طرف میچرخونه دنبال اون آقا و اون منبع و نور و اون حرارت و گرما که باش حرف زده بود. خدای اون کی بود؟ بعد داداشش گریه کنان سرش میذاره رو زمین و سجده شکر میکنه. بعد این بنده خدا مردم و دور خودش میبینه که رو دستا بلندش کردن و عطر صلوات و دعا فضا رو پر کرده. و اونجاست که نقار خونه آقا به صدا در میاد. من این نقار خونه رو واسه تون نشون بدم. و این داستان شفا پیدا کردن این عزیزی بودش که خدا عمر دوباره بهش داد و تونست بیاد زیارت آقا علی ابن موسی رضا. یه صلوات خواسته با هم بخونیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که همتون حاجت روا باشین. نائب زیاره همتون هستم. اگر دوست داشتین این ویدیو و داستان رو، این داستان بر اساس واقعیت عزیزان از رو کتاب شفای یافتگان چاپ بهنش رو من واسهتون نقل میکنم. اگه دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستین و ازتون ممنونم. همینی که تا اینجا همراه من بودین ازتون ممنونم. و یه مورد دیگه بودش پارسال، امسال نه پارسال، یعنی سال 1403 از کاروان پیاده هایی که در حال حرکت بودن به سمت مشهد یه بنده خدای دیگه هم شفا پیدا کرد. ایشون هم لال شده بود حدوداً 20 سال. ایشون از یکی از روستاها که حالا تبدیل به شهر شده نصرآباد تربت جام، ایشون حدوداً 20 سال لال بوده و توی مسیر کاروان پیاده که پیاده می اومدن به سمت مشهد امام رضا ایشون شفا میده و میتونه صحبت کنه. الحمدلله جای همتون خالی، نائب الزیاره همتون هستم. انشالله که هر کس هر حاجتی داره حاجت روا باشه. یا علی ابن موسی رضا دور به جوادت قسم، انشالله که هر کس هر حاجتی داره حاجت روا باشه. از آن شما رو به خدای مهربان میسپارم. امیدوارم که منو حلال کنید اگر وقتتون رو گرفتم و لذت نبردین. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.